سلام، اینجا گروه یگانوه و بچه‌ها بعد از صرف ناهارشون مشغول بازی گلیا کوچ هستن تا اینکه زنگ در میخوره و مشتری ما از راه میرسه. امیر خیلی زود خوشتیپ و خوشگل میکنه و برای پیشواز مشتریمون میره جلوی در. خانم مرادی یکی از مشتریانی که به تازگی با ما آشنا شدن و تشریف آوردن به دفتر ما. بعد از یک پذیرایی مختصر شروع میکنن به ما توضیح میدن که دقیقاً چه سایتی رو میخوان و میخوان با اون سایت چیکار بکنن. امیر اینجا قالب‌های مختلف سایت‌ها رو به خانم مرادی نشون میده تا اینکه بتونن به یک سرمقصد خوب برسن و یک قالب خوب رو انتخاب کنن. خانم مرادی بعد از توضیحاتشون و بعد از انتخاب قالبشون تشریف میبرن و ما مشغول به کار روی سایت خانم مرادی میشیم. بعد از اون آیدین تجهیزاتش رو جمع میکنه و مراجعه میکنه به محل کار خانم مرادی تا اینکه بتونه محتوای اختصاصی که برای سایتشون نیاز داریم رو تولید بکنه. بعد از یک هفته که مراحل اولیه ساخت سایت پیش رفت، خانم مرادی رو دعوتشون میکنیم به دفتر تا در یک اتاق فکر بسیار پروفشنال در دفتر ما شرکت بکنن. خواسته های خودشون رو به ما بگن و روی اون خواسته ها مجددا ایده پردازی بشه. خیلی ممنونم از شما، خیلی سایت خوبی. خانم مرادی، آیا میدونید این سایتی که ساخته شده چطور باید به درآمد برسه؟ نه نمیدونم. ما تو کپشن این پست اون رو به شما توضیح دادیم. متشکرم.